میدونستی زندگی در واقع همیشه رو به پایین حرکت میکنه؟ بذار چند تا مثال برات بزنم. یه رودخونه آب هیچ وقت رو به بالا حرکت نمیکنه. حتی یه لیوان آب هم که بریزی زمین حرکت میکنه و مسیر رو به پایین رو پیدا میکنه. یا وقتی یه جسمی رو از یه ارتفاعی رها میکنی هیچ وقت رو به بالا نمیره مگر اینکه نیرویی صرفش بشه. شاید بگی اینا که قوانین ساده فیزیکن، ولی روال زندگی هم همینه. یه رابطه رو در نظر بگیر، رابطه با دوستت، رابطه با همکارت، رابطه با همسرت. یا در واقع هر لحظه داری یه کاری برای بهتر شدن اون رابطه انجام میدی. مثلا میخوای باهاش صحبت کنی، میخوای مشکلاتتون رو حل کنی، میخوای براش هدیه‌ای تهیه کنی، یا هیچ کار نمیکنی. وقتی هیچ کار نمیکنی، اون رابطه به صورت خود به خودی رو به بدتر شدن پیش میره. اینجوری نیست که فکر کنی چون من هیچ کار نمی کنم همه چی ثابت میمونه. یا فرض کن امتحان داری، یا داری درس میخونی و خودتو برای اون امتحان آماده میکنی، یا هیچ کار نمیکنی. این که هیچ کار نمیکنی به این معنی نیست که فکر کنی نمرم نسبت به امتحان قبلی ثابت میمونه، چون مغز در هر لحظه داره یه چیزایی رو فراموش میکنه. پس احتمالا نتیجه بدتری خواهی داشت. نتیجه حرفام این که تو هر روز و هر لحظه داری تصمیم میگیری که برای کدوم قسمت از زندگیت انرژی بذاری. پس این دفعه که خواستی تصمیم بگیری آگاهانه تر انتخاب کن. با من همراه باش.